پشت تو قرار گرفته نصرتی. حالا درباره میزن میگیره توپ رو حسین آشنا و بعدش هم مارسیو خوزه توپو دور میکنه. چه موقعیتی از دست تراکتور سازی. نوروزی توپو میکاره، خروج اشتباهات محمدی، گل توی دروازه. اولین گل بازی رو فولاد خوزستان به ثمر میرسونه. مبعلی بروی دروازه، فرصت و استقلال خوبی که دادند. ایمان مبعلی دید عالی او، ارسال تماشاییش و چنین از کار رو انجام داد به سید صالحی و ضربه سر دقیق او باعث میشه که تراکتورسازی 20مین. نصرتی مهار توپ با سینه، اشتباه نصرتی، عنایتی برای توره، تک به تک توی دروازه. گل برای سپاهان. یه بار دیگه این صحنه رو مرور میکنیم. اشتباه محمد نصرتی، رضا عنایتی رو صاحب توپ کرد و این هم حرکت توره که توپو دو. فرصت برای سپاهان، توره میخواد ضربه سر بزنه، همچنان فرصت هست. این صحنه بشه توپ کی میشه، یه ضربه سر و توی دروازه. گل برای سپاهان. افغان تراکتورسازی اینجا بنگر صاحب توپ شد، رو توپ اثر گذاشت، ضربه سر توره و ارسال سید جلال حسینی. در نهایت ضربه سر، بازم اشتباه در میان میدان. فرصت برای توره، تک به تک با دروازه ما، توره توی دروازه. گل سوم برای سپاهان. بازم ابراهیم توره، حالا در کنار ادینو خرا. حمودی نژاد توپو میفرسته، موقعیت، گل توی دروازه. صبا به گل مساوی این دیدار دست پیدا میکنه. کریم میرشفیان رو میبینید در 22مین دقیقه این دیدار. صبا یه ضربه سر، حالا فرصت و عقب موقعیت رو از دست میدن. یه بهتر از این نمیشد موقعیت از دست داد. ادی راحت محمد نصرتی به زیر توپ میزنه تا خیال مدافعان صبا راحت بشه. این ضربه سر، این موقعیت مناسب، دروازه خالی و ضربه محمد نصرتی. در حالی که فصل گذشته سایپا به نهایت بهتر کار کرد. واسه رو به عقب خطرناک. اسدی رو به عقب برای عباس محمدی. محمد رضایی به طرف توپ حرکت کرد برای بقا. البته خیلی زوده که در رابطه با نتیجه اون بازی اظهار نظر کنیم، به خاطر اینکه به هر حال هنوز از اون بازی هم اوقات زیادی باقی مونده. کریم انصاری فرد یه بازی رو به جلو رو میندازه. اسدی گوشه میدان. بحث ساعت 17 آغاز شده. 0-0 استقلال و منوان هم 0-0 بازیشون دنبال میشه. این طرف هم توپ در اختیار حبیب دهقانی. یا به ترمخی داخل محوطه جریمه، فرصت برای سایپا و ببینیم که اعتقاد داور روی این صحنه کیه. اعلام پنالتی اتفاقی افتاد. یه پاس عمقی رو انداختند. انصاری فرد حرکت کرد، نصرتی هم کنارش بود و داور خطای محمد نصرتی رو میگیره روی انصاری فرد. پنالتی بینانه ترین حالت تا رده 11 هم بالا بیاد. 38مین دقیقه. سایپا 1 تراکتورسازی 0. گل سایپا رو منوچهری از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند. ابراهیمی از راه میرسه. ابراهیمی سایپا تو هم میفرسته روی دروازه. یه لحظه نصرتی رو تو اثر گذاشت و در نهایت توپ در اختیار عباس محمدی قرار گرفت. حرکت اضافه‌ای بود که نصرتی اونجا داخل محوطه جریمه ضربه به زیر توپ. دوباره خود نصرتی با سینه توپو مهار میکنه. داور اعتقاد داره که با دست این کار انجام بده. تراکتور 0.
سایپا در 8 بازی خود ترشید دور خودش میچرخه، در نهایت تو از دست میده. موقعیت برای سایپا، خروج عباس محمدی، یه اشتباه مرگبار و باید ببینیم که این بار اعتقاد داور چیست. این بار دیگه نصرتی باز هم نزدیک بود اشتباه کنه. شانس آورد که بازیکنی از سایپا حرکت نکرد و عباس محمدی از دروازه بیرون اومده بود. صادقی تو میندازه برای انصاری فرد، رو کنترل میکنند. محمدی کاملا مشخصی اصلا انگیزه‌ای ندارن با کنن تراکتورسازی و خیلی راحت بار از دست میدن. گاهی اوقات هم اشتباه میکنند. انگیزه‌شون جوری بازی میکنن که انگار بازی رو ول کردن و این بازی کاملا یک بازی تشریفاتی است. یه موقعیت عالی برای سایپا، تک به تک با دروازه‌بان. محمدی میگیره، در برگشت توی دروازه. گل دوم برای سایپا. کریم انصاری فرد بعید هست که تراکتورسازی با این او هم پاس اشتباه میده. موقعیت برای گل سوم سایپا. انصاری فرد خیلی راحت پاسو میندازه، یه ضربه خطرناک و عباس محمدی که الان دیگه کاملا مشخصه که هواداران حاضر در ورزشگاه تیم سایپا رو تشویق میکنند. البته سابقه داشته که تیم حریف رو تشویق کنند، اما نه با این لحن. این به خاطر اینه که اعتراض خودشون رو نسبت به بازی تراکتورسازی نشون بدن. قی 3 امتیاز مسابقه رو گرفتند. یک اشتباه دیگه، موقعیت برای سایپا، حتی برای گل سوم. ببینیم توپ به کجا میرسه. نه تو بعد انداخت یه بار دیگه. این ضربه که به جایی نمیرسه و بازی رو عباس محمدی به جریان میندازه. ترشید پاس قطری زیبا به رسکنن سایپا از سوی مجتبی ترشید. انتقال بازی به سمت چپ. سایپا برای گل سوم داره تلاش میکنه. بازیکنان تراکتورسازی دوست دارن این بازی خیلی زودتر به اتمام برسه. نصرتی توپ به میانه میدان میبره. ابراهیمی موقعیت برای تراکتور در مسافه تک به تک. یه بعیده که اینجور توپا به گل بره. مسعود ابراهیم زاده سعی کرد توپا درون دروازه قرار بده اما موفق نبود. کلا چیز خاصی از بازیکنان تراکتورسازی ندیدیم در این مسابقه. بیشتر پاسا برای رفع تکلیف بود، بیشتر گام ها نامطمئن کردن و بازی رو جدی نگرفته بودن و الا بعید بود که این گل هم با این شرایط به ثمر برسه. الان بابا باید نریم ورزشگاه، من میگم باید اون چمالنده بگم که به اون مدافع 2 تا مدافع دیگه هم بذاره کنارش تا با خودمون گل نزنه. باید
خواستم کلی بگم واقعا دست همشون میبوسم که واقعا تو سرما تو گرما. من یادم بازی با ملوان تو جام حذفی اصلا یه سرمای وحشتناکی بود. اصلا ما هر چی میدویدیم 120 دقیقه هم تو کشید. اونا اصلا من اصلا باورم نمیشه خدا شاهده که چجوری وایسادن اونا مثلا تیمو تشویق کردن. خب بعد از امارات که برگشتی بیشتر دوست داشتی که به پرسپولیس بری، درست داره مصطفی؟ ببینید پرسپولیس خب من از اونجایی که بالاخره خونه زندگیم و بالاخره تمام خانواده‌ام تهران بودن، شاید میشه گفتش به یه نوعی دوست داشتم بالاخره پرسپولیسم بازی کنم. اگر برابر بود کدومش انتخاب می‌کردی؟ شرایط برابر بود بالاخره اگه بازم جواب نمی‌دید ارسال توپ روی دروازه، یه ضربه ایستگاه توی دروازه گل مساوی رو ترک‌ترک‌زادی به ثمر میرسونه. یک امتیاز این بازی رو بگیره. لحظات انتهایی ترک‌ترک‌زادی ناباورانه به گل میرسه و خوشحالی محمد نصرتی به خاطر این گل که به ثمر میرسه و تماشاچی ناظر در ورزشگاه. ترکتور 2 سایپا 2. واقعا شرط بازی بگونه این نبود که ترکتور گل مساوی رو به ثمر برسونه، اما نصرتی گل زد دیدی چیکار کرد که؟ آره اون محمد نصرتی گل زد دیدی که اصلا جلو دهنشو باید با هزار تا چیز میپوشوندیم که معلوم نشه چی داره میگه. آیا که ایشون تحماش میگه این نبود. ایشون میگفت که این من به هر حال بی غیرت نیستم. آها فحاش کجا خورا این چی رفت گفت عزیزانم این گل رو تقدیم میکنم به شما. همش بالای 18 سال که بالای 25 سال بود اصلا. شما میگید که نه اومده چیزی نگفته، گفتم مثلا به بچه گلی زدم براتون، گل تقدیم به شما مثلا اینجوری نبود. نه آیه بازیکنی که تو تراکتور سازی بازی میکنه باید بدون پیرن چه تیمی رو پوشیده. امروز بچه‌ها بعد از بازی گفتم اصلا من تعجب میکنم از شما باید اینقدر توان بذاری. خب به هر صورت تیم رسیده به اینجای جدول، 2 تا هول میخواد که این تیم بیاد بره آسیا. ما تا یه حدی بهشون حق میدن، بالاخره تماشاگران میتونن اعتراض کنن به تیمشون. واقعا واسه این تیم تمام جونمو گذاشتم و به قول معروف شاید بگن خیلی پیشنهادهای دیگه هم داشتم، ولی وقتی بالاخره با پیشنهاد تراکتور سازی مواجه شدم اصلا بدون هیچ درنگی اومدم تراکتور سازی و میگم در کل حالا اون حرکت بعد از زدن گل منم زیاد حرکت مناسب نبود. واقعا معذرت خواهی میکنم چون میدونم که طرفدار تراکتور بی‌نظیرترین طرفدارای ایران هستن. من اینو قبلا هم گفتم الانم نمیگم و تو سرما و گرما همیشه پشت و پناه تیم ما بودن و اینم باید بدونن که ما با تمام جون و دلمون واسه این تیم بازی میکنیم.